سلام. آقا من رفتم کشورهای خارجی دنبال کار، ولی بعد برگشتم کشور خودم، دیدم هیچ جا پادگانای کشور خودم نمیشه، چون منو سریع فرستادن سربازی. من 2 سال سرباز بودم. تو این 2 سالی که تو پادگان بودم هر چی میدیدم سرباز، جناب سوان، سرباز. من این اواخر دیگه داشتم به این گربه هم پیشنهاد میدادم که بیاید از پادگان فرار کنیم. بعد از این 2 سال برگشتم خونه کنار بابام، رو همون مبل 2 نفره معروف نشستم. بابام آدمی که خیلی غیر مستقیم حرفشو میزنه. یعنی نتایج کنکور اومده بود، داشت نتایج تو سایت میدید. گفتم بابا رتبه‌ام چند شده؟ گفت رتبه‌ت تصادف کرده تو بیمارستانه. بعد خودش انتخاب رشته کرد. روز اول مهر گفت ابوطالب. گفتم بله بابا. گفت بیا بریم رودهن، مدارک تو بعد بریم رودهن. گفتم اونجا قبول شدم. گفت نه میخوایم بریم آمپول بزنیم. یعنی میخوام بگم خیلی غیر مستقیم صحبت میکنه. نشست کنارم گفت ابوطالب. گفتم بله بابا. گفت بعد سربازی چی میچسبه؟ گفتم یه لیوان چایی. گفت نه. گفتم یه چرت خواب. گفت نه. گفتم چی میچسبه؟ گفت زن. گفتم نه. گفت یعنی بریم خواستگاری. گفتم آها من الان کسی اومد نظر نرم. گفت این آلبوم برای یکی انتخاب کن. آلبوم برداشتم گفتم همین. اون داداشت احمق. برو صفحه بعد. رفتم صفحه بعد. گفتم که اینا که همچین فرقی ندارن. 10 20 30 40 50 60 70 80 90. همین دومی از راست. گفت دومی از راست رو میگیرم 1 میلیون میدم جعبه شماره 4 رو بهت میدم. گفتم مگه مسابقه تلویزیونیه؟ گفت نه این دختر جعبه شماره 4 دختر بسازی. گفتم آها. رفتیم به مادرم گفتیم که میخوایم بریم خواستگاری. گفت باش. گفت عمتو میگم بیاد. عمت بدنش آماده است. زنمونت هم زبون نیشداری داره. خالت عروسی پسر خالت منو دعوت نکرد، خط میخوره. سید جلال حسینی هم خط زد. گفتم قضیه جوونگراییه. گفت نه. گفتم قضیه پیاله است. گفت نه بابا پسر عموتو میگم. گفتم جلالو میگی؟ گفت آره بابا. ما گل شیرینی خریدیم رفتیم خواستگاری. بعد من خب 2 سال سرباز بودم، کچل آفتاب سوخته. رفتیم زنگو زدیم، آیفون تصویری بود. زنگو زدم، صدا رو شنیدم که برداشت دوباره گذاشت. دوباره زدم. آقا ما بخوایم کمک کنیم میندازیم صندوق صدقه مزاحم. گل شیرینی رو گرفتم بالا گفتم خواستگارم. بابا گفت آها بفرمایید. اینو که گفت اعتماد به نفسم اومد پایین. گفتم 1-2 تا شوخی میکنم مجلس رو دست میگیرم. همه رفتن داخل. پدر عروس میگفت خوش آمدی صفا آوردی. من زدم به شونه راستش، از چپ رفتم تو. برگشت یه نگاه عمرن تو یکی بذارم دامادم چیه من کرد. رفت نشست. بعد جای من روبروی پدر دختره بود. اینجا مسیر مثل تونل وحشت بود. 4 تا داداشاش اینور بودن، 4 تا داداشاش اینور. گفتم با اینا دیگه شوخی کنم منو میفهمن. گفتم که هر 8 تا تنی هستید دیگه. گفت اگه مایات آوردی آب تنی هم هستید. رفتم نشستم روبروی پدر دختره. تا نشستم گفت 1000 تا سکه میخوام. گفتم بابا بذار بشینیم یه میوه بخوریم بعد بریم سر بحث مهریه. گفت نه مهریه نه، برای خودم میخوام. بعد دوباره گفت که 1992 تا سکه میخوام. گفتم واسه خودت؟ گفت نه مهریه دخترم. گفتم ببین شمسی حساب کن مشتریشی، من داداش زیاد دارم بازم میای ما. اینو که گفتم فهمید باید با ما نرم صحبت کنه. گفتش که کاروبار چطوره حسینی جوان؟ گفتم بیکارم کریمی پیر. اینو که گفتم فضا ملتهب شد. عمش از اون ور اومد گفت ماشاءالله آقا ابوطالب نه پول داره، نه کار داره، نه سرمایه داره، نه خونه داره، نه ماشین داره، فقط بزنم به تخته بینی بزرگی داره. این ور زنمون پا شد. ماساژش میدادن. با آرد گز دستشو آردی کرد. عموم میگفت مثل تمرین باشی زدی ها. رد شد گفت که ابوطالب بینیش بزرگه ولی دختر شما باید بکوبه و نو بسازه. اینو که گفت اینور استادیوم غرق در سکوت، اینور غرق در شادی. تشویق ایسلندی میکردن. گفتم مادر من ببین الان 1-1 ما تو شهر ری یه 0-0 بگیریم میریم بالا، بس دیگه. بعد به بابام گفتم که بابا شما یه چیزی بگو. گفت جناب کریمی شما چرا از چین کتونی نمیفرستی؟ گفتم شما به دایم گفتم که بگو بریم سر اصل مطلب. گفت چی؟ گفتم بگو بریم سر اصل. گفت چی؟ گفتم بگو بریم سر اصل مطلب.
یکی از داداشای دختره گفت که آخه تو که بی همه چیزی. گفتم چی؟ گفت نه یعنی تو که هیچی نداری اومدی چی کار؟ گفتم من اومدم مادر رو ببینم. گفت چی؟ گفتم نه اومدم مادر. گفت چی؟ گفتم چقدر عصبانی، بذار از آخر بگم. اومدم دختر رو بگیرم منتها قبلش مادرم ببینم. بعد گفت اگه دختر پسر برن تو اتاق با هم صحبت کنن. ما رفتیم تو اتاق. آقا این اتاقش از خونه قبلی ما بزرگتر بود، از خونه الانمون هم بزرگتر بود. بعد یه تابلو توی اتاقش بود، یه بازیگری بود. گفتم ببخشید ایشون کی باشن؟ گفت این برد پیته. گفتم به چه عنوان به این فکر می‌کنی؟ گفت خواستگار. تو آینه کمدش خودم رو نگاه کردم، گفتم ببین خوب فکر نکردی یا من اومدم. گفت نه اتفاقا شما هم خیلی خوشگلی. من اصلا ناراحت شدم که عمم گفت بینیتون بزرگه. گفتم نه دیگه بینیم که بزرگه. گفت نه بینیت کوچیکه. گفتم نه اتاق بزرگه کوچیک نشون میده. یکم دیگه صحبت کردیم، یه بچه در رو باز کرد اومد بغل ما نشست. گفتم 5 دقیقه واسه تربیت این وقت میذاشتن اینجوری نمیشد. انقدر شعور نداره که 2 نفر. گفت داداشمه. گفتم آخه تو عزیزم. بعد گفتش که آقای حسینی هدف شما از ازدواج چیه؟ گفتم جلو بچه میخوام کامل شم. گفت که من حق طلاقم میخوام. گفتم ببین مهریت اندل مطالبه است، بکنش اندل استطاعه، یه خونه هم بده، حق طلاقو بهت میدم. آقای حسینی کمک کنین. گفتم تهیه کننده نمیذاره. بعد گفت که داداشم هم باید با ما زندگی کنه. گفتم داداشم با ما زندگی کنه یه پرایدم ازت میگیرم. گفت که لااقل یه تخفیف بده. گفتم خواهرم خرید خودمه. بعد ما به تفاهم رسیدیم و رفتیم بیرون. ما رفتیم زیر یه سقف. اول زندگی خیلی شیرین بود، خیلی شیرین بود، ولی کم کم مشکلات شروع شد. ببینید اول زندگی حتی به من میگفت میم مالکیت بعد از اسم گذاشتن کار سختیه. این بعد از اسم منم میم مالکیت میذاشت. اصلا متوجه نمیشم. یه بار رفتم خونه گفت ابو طالبم. گفتم منم. چیکار کنی والا؟ ولی مشکلات ما خیلی زود شروع شد. از سال دوم نه، ماه دوم نه، از روز دوم مراسم پاتختی کنار دختره نشسته بودیم. البته اون اونجا بود، داداشاش بینمون بودن. اومدن کادوها رو باز کنن. گفت از طرف پدر عروس خانوم یک دستگاه آپارتمان در شمال تهران به افتخارشون. از طرف پدر ماه داماد یک دستگاه پتو در جنوب تهران. گفتم جنوب تهران رو دیگه برای چی میگی؟ گفتم پدر یه مقدار گرماییه. از طرف عموی عروس خانوم سوئیچ یک دستگاه خودروی با کیفیت خارجی به افتخارشون. از طرف خاله ماه داماد یک دستگاه پتو. گفت عزیزم تو گرمت نیست؟ گفتم نه. از طرف مادر بزرگ عروس خانوم بلیت دور دنیا در 80 روز. گفتم مرسی. از طرف دایی ماه داماد یک دستگاه ساعت دیواری. گفت اینو چیکار کنیم؟ گفتم اسمش رو خودشه دیگه، میزنیم به دیوار. رفتیم زیر یه سقف و با داداشش کنار هم زندگی میکردیم. ولی یه مشکلی که بود همه کارا با من بود. من ظرف میشستم، اتو میکردم، همه کارا با من بود. یه روز دیگه گفتم آقا این چه وضعیتیه؟ گفتم چرا همه کارا با منه؟ گفت که اول طی کردیم سرمایه از من کار از تو، سودش هم 40. گفتم اون 20% چی؟ گفت داداشم. گفتم آخه تو عزیزم. یکی دیگه از مشکلات ما سر همین همکفت نبودن از نظر مالی بود. یعنی این انقدر توی ماشین بابا و عموهای سوار شده بود، ماشینای با کیفیت خارجی، که یه بار من پراید بردم سوار شدیم دیدم این هی داره عرق میریزه. میگه ابو طالب من حس خوبی ندارم. گفتم بابا 3 تا مسافر میگیرم، کولر میگیرم، میریم دیگه. گفت من 4 تا حساب میکنم برو. گفتم با کولر خورد ندارم ها. گفت باشه. گفتم اگه حساب میکنی که میخوای داداش تو عروپات بردار عقب بشین. ولی شاید بگید که با این مشکلات چجوری زندگیشون دووم آورد. ببینید ما خیلی با هم رفیق بودیم. ما برام آب می آورد، من تو درساش کمکش می‌کردم. ما حتی تو یه بشقاب غذا می‌خوردیم با داداشش. ولی خودمون مشکل داشتیم که متاسفانه از هم جدا شدیم و من به خودم اومدم دیدم هزانت داداشه با منه. بهش گفتم تو کریمی من حسینی هم چجوری. ولی میدونید چرا؟ میگن دوستتو نزدیک نگهدار، دشمنتو نزدیکتر. این خیلی میدونست. این خیلی میدونه. این یه مدت با ما زندگی کرده بود، خیلی میدونه.